رحمانوف از گردی همایی، از میتینگ مثل کورشپرک از آفتاب می‌هراسد. حالا کسی میتینگ نکرده است، حالا کسی به میدان نبرآمده است، الکی رحمانوف در غم آن است که چطور این میتینگ ها را و چطور این گردی همایی ها را پخش بکند. چند روز پیش در بیشکک واخوری رحمانوف با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برگزار شده بود. از روی معلومات دقیقی که ما در دست داریم، یگانه خواهش رحمانوف چی بود؟ نه کمک به مهاجران، هرگز خطا میکنید، نه یگان مشکلات دیگری تاجیکستان. فقط او یک چیز میخواست، بیشتر یراق و اسلحه به تاجیکستان دادن و خریداری کردن واسطه های مخصوص برای پخش گردی همایی، برای پخش میتینگ است. همین مسئله ها را رحمانوف نشر میده به حکومت امریکا، به خیتای و به ایران هم پیشنهاد کرد. ببینید که رهبری شما، سروری شما، به گفته بعضی تملقکاران رحمانوف و مشاوران پدخدیم رحمانوف، پیغمبری آنها در غم چی است؟ در غم بازکشتار، در غم با گاز از بین بردن، در غم پراکنده کردن میتینگی که هنوز پیدا نشد، هنوز کسی درباره آن حرفی نزده است. اینها همه چیز را میخواهند در آغازش، در ابتدایش بوغی کنند.